خب آقا شاید باورتون نشه اینو بهتون بگم که زمانی که تو جاده میرید میبینید یه دونه ماشین آتیش گرفته، از موتورش آتیش زده به بیرون، همش به خاطر این اورینگ 1000 تومانیه. ببینید همه ماشینای انژکتور از پیکان بگیر تا بنز سوزن و انژکتور دارن برای پاشش بنزین. سمت بالا و سمت پایین اورینگ داره که این بالاییه 90% به خاطر اینکه دیر سرویس میشه از بین میره و بنزین از اینجا نشت میکنه، میپاچه بیرون روی منیفولد، روی موتور داغ و باعث میشه که ماشین آتیش بگیره. همیشه این اورینگ رو هر 25000 کیلومتر تعویض کنید و سوزنتون رو بشورید و از شتاب و نرمی و مصرف کم ماشینتون لذت ببرید. این اورینگ رو هر 25000 تا عوض کنید. این پست منم بفرست بره برای هر کی که ماشین داره. خودت هم سیف کن که مطمئنم یه جا به دردت میخوره. حتما رعایت کنید. یا علی مدد.